میخوای نمای خونت رو نوساز کنی یا اینکه خونت تازه ساخته و میخوای نما بزنی، نمیدونی از چه مساله استفاده کنی یا چه سبکی رو به کار ببری، تا آخر این ویدیو با ما همراه باش تا بهت بگم. میخوای یه نمای مدرن داشته باشی، میتونی از باتون اکسپوز، میکروسمنت، رنگ نما و آجر و ترکیب اینا با یه سری پنجره ساده و بزرگ استفاده کنی. اگر شما عاشق نمای رومی هستین که برای اجرای نمای رومی حتما باید دو نکته رو رعایت کنید. اول اینکه کلیه جزئیات مربوط به این نما رو حتما باید تو طراحی و تو اجرا رعایت کنید و دوم اینکه از یک سنگ جنس مناسب استفاده کنید که یکی از بهترین سنگ‌ها برای اجرای نمای رومی همون سنگ تراورتنه. حالا توی یه سری از پروژه ها با توجه به سلیقه خودتون مثل این پروژه پشت سر من میتونید از ترکیب سنگ و آجر استفاده کنید که یک نمای کلاسیک یا به اصطلاح نمای انگلیسی بهتون میده. و اما نکته آخر ویدیو که میخوام بهتون بگم، همونجوری که دارید میبینید تو این پروژه ما اومدیم از سرامیک نما استفاده کردیم. به غیر از مواردی که بهتون گفتم، شما میتونید هم از سرامیک نما هم از کامپوزیت برای نماتون استفاده کنید، اما به شخصه پیشنهاد نمیکنم که سرامیک بزنید. چرا؟ چون هر چقدر اسکوپ اجرا کنید پشتش، باز احتمال افتادنش خیلی زیاده، مخصوصا تو مناطق سردسیر.